در روز محشر الله رب العالمین به دو طایفه حکم میکنه، به حضرت جبرئیل امین حکم میکنه که شما دو اشخاص را از داخل دوزخ بکشین. وقتی که این دو اشخاص از داخل دوزخ کشیده می شود، به حضور الله آورده می شود، الله رب العالمین از اینها پرسان میکنند شما امروز در روز محشر در اینجا در آتش دوزخ جایتان را چگونه یافتین؟ این دو شخص میگوید ما جایمان را به سخت‌ترین جای یافتیم، این سخت‌ترین عذاب به ما داده می شود. الله رب العالمین به اینها حکم میکنند، به جبرئیل امین، به ملائکه ها، این دو اشخاص را دوباره به سوی دوزخ ببرین. اینها یکشان بسیار به سرعت در حرکت می شود به سوی دوزخ، یک اینها بسیار آهسته آهسته می رود. البته حدیث هست، حدیث متفق علیه هست، ابو داوود شریف حدیث را نقل میکنه. الله رب العالمین میبینه یکش آهسته میره و یکش تیز میره و اینها را پس برمیگردانه. از اینها پرسان میکنه شما چرا یکتان تیز میرین به سوی دوزخ، یکتان آهسته آهسته میرین؟ همون شخصی که میگه ما آهسته رفتم به خاطر از اینکه ما امید دارم یا الله تو کسی را که از داخل آتش یک بار کشیدی، ما امید دارم که دوباره او را به داخل آتش نمیاندازی، از خاطر از این بسیار آهسته آهسته رفتم. و یکی دیگرش میگه ما که تیز رفتم به خاطر از اینکه در روی زمین ما خیلی گناه بزرگ را انجام دادم، بسیار معصیت کردم، بسیار نافرمانی کردم، امروز تیز رفتم به خاطر از اینکه دوباره قهر تو را نیارم یا الله. الله رب العالمین مهربانی میکند برای هر دوی اینها، میگوید هر دوی شما را ببخشیدم، هر دوی شما را امروز اهل جنت گرداندم، چون یکی شما امید عفو مرا دارین و یکی شما ترس در قلبتان دارین، یکتان از من میترسین و یکتان امید عفو دارین. هر دوی شما را من میبخشم. من برای شما میگویم امروز هر کدام ما شما گناهکار هستیم، هر کدام ما شما معصیت میکنیم، هر کدام ما شما خطاکار هستیم، چون انسان هستیم. ان الانسان لفی خسر، هر آینه انسان در زیان هست، خطاکار هست، گاهی اوقات خطا انجام میده، اما الله رب العالمین مهربانی میکند لا تقنطوا من رحمت الله. به هر اندازه‌ای که گناهت بزرگ باشد، به هر اندازه‌ای که گناهت کلان باشد، باز هم از رحمت الله رب العالمین ناامید نشوید. الله رب العالمین یک شخص را در آتش دوزخ 1000 سال میسوزاند، 1000 سال در داخل آتش میسوزد، اما الله رب العالمین بعد از 1000 سال از زبان همین شخص میشنود که این شخص در داخل آتش دوزخ یا حنان و یا منان میگوید. الله رب العالمین به فرشتگان امر میکند که این شخص را بکشین از داخل آتش دوزخ. این هم حدیث هست، حدیث متفق علیه ترمذی شریف نقل کردگی هست. این شخص را وقتی که از آتش میکشه میاره، الله رب العالمین برش میگه تو جایت را امروز چگونه یافتی؟ این شخص میگه من بسیار به سخت‌ترین حالت یافتم، یعنی بسیار سخت‌ترین عذاب را یا الله تو به من امروز دادی. الله رب العالمین برای فرشتگان امر میکنه که ببرین این را دوباره به سوی جهنم ببرین. وقتی که به سوی جهنم در حرکت میشه، دستهایش با زنجیر بسته کردگی هست، پاهایش با زنجیر بسته کردگی هست، در گردنش زنجیر آتشی هست. به سوی دوزخ که رفتن میگیره، یک بار در عقبش سعی میکنه. الله رب العالمین دوباره حکم میکنه که بیارین ایره. وقتی که میاره از این پرسان میکنه به خاطر چی تو دوباره به سوی در عقبت سیل کردی؟ این میگه یا الله با امید از این دارم که تو یک بار من از آتش دوزخ کشیدی، ما امید دارم که دوباره تو مرا به آتش دوزخ نمیاندازی. الله رب العالمین حکم میکنه من تماما گناهان تو را بخشیدم، تماما گناهان تو را بخشیدم، امروز تو اهل جنت هستی، برو در جنت. هر چقدر گناهی که داشته باشیم رحمت الله را هرگز فراموش نکنیم.